ضبطه. ببخشید خب خمزه کشتن. ببخش. آماده این؟ بریم. موبایلم اینجا باشه. هر جا دوست دارین باشه. نور. نور. صدا. حرکت. حالتون چطوره امروز؟ ملس. خب امروز اومدیم. اینو نظری یا اینجوری گفتم؟ حواسم نبود. نشنیدم ملس. نه میذارم. ملسی امضای صبح. امروز اومدیم به یک سری از اشتباهات رایج صاحبین پت نمره بدیم از 1 تا 10. اوکی. خب بریم. من دیگه میگم شما باید در موردش صحبت کنین و بهش نمره بدین از 1 تا 10. اوکی. خب بریم سراغ مورد اول. استخوان دادن به سگ و گربه. گربه اصلا چرا باید استخون بخوره؟ من نمیفهمم. گربه که اصلا دلیلی برای استخون خوردن نداره. مگر اینکه خودش بیرون باشه خب بخوره که خب خیلی خطرناکه، ممکنه خیلی گیر بکنه، ولی خب اصلا سگ کوچیک با گربه اصلا نباید استخون بخوره. بزرگ حالا بخوره طوری نیست. یه جرم گیری هم براش میشه. من دارم میگم با سگ بزرگی هم میخواد بخوره، بازم من نظرم باید بپزن و بخوره. 100%. حالا یه سری تبصره ها داره. پختن نبود گفت. نه آره نه منظورم اینه که بازم حتی بپزینش یک کم نرم‌تر باشه. خیلی خطرناک نیست. 4 در شرایطی که مثلا باعث انسداد بشه، باعث پارگی 4 در شرایطی خطرناک باشه. من رو حرف دکتر حرف نمیزنم. 4 من زمان نباید استخون بخوره سگ باشه. غذایی که از سر سفره بدیم به پت. غذای سر سفره به صورت طولانی مدت اگر ما بهش بدیم خیلی خوب خطرناکه. یعنی اینا مشکلشون اینه که همون لحظه‌ای که دارن یه تیکه مثلا گوشت بهش میدن نمیفهمن که آقا این کار چه کار اشتباهیه. خب چون همون موقع نشون نمیده چه مشکلی وجود داره. خیلی خوشگلم گوشت نگاه می‌کنی؟ نه آره خب خوبه خیلی خوبه. درسته. از یه جا به بعد وقتی متوالی همینطور پشت سر هم بشه به نظرم 6 خوبه. نمره 6 من نظرم 6ه. این خطرناک نیست. چرا در من میگم میخوای مخالفت کنی؟ نه مخالفت نمیکنم. میخوام میگی به خاطر شما بازش کنه ولی به خاطر دکتر شماره 6 6 چون اجازه نمیدم به من نمره دیگه ای بدم. نه اصلا اینجوری نیست. اصلا بعدی تو بگو. خب داشتم میگفتم. نه بعدی رو تو بگو. الان که میاد یا بعدیش؟ الان اینکه میپرسه به سوال بعدی لطفا. بدون قلاده سگ رو بیرون بردن. توضیح میخواین یا میخواین اول عدد رو بگین یا من توضیح بدم؟ نه شما توضیح بدین. خب ببینید بدون قلاده سگ رو بیرون بردن از خطرناکترین کارهایی که میتونن بکنن. از خطرناکترین کارهایی که میتونن بکنن. یعنی چی؟ یعنی آقا این سگی که بیرون میره هر چقدر هم این سگ کنار پای شما راه بره، هر چقدر این سگ شما بگین که تربیت شده است، هر چقدر خطرات غیر قابل پیش بینی ان. اولیش اصلا دزدیده شدن یکی از چیزاشه که میتونن راحت بدزدنش. دومیش که آقا یه اتفاقی بیفته حمله کنه به یه سگی، یه سگی بهش حمله بکنه، یه گربه بهش حمله بکنه، حمله کنه به سمت یه گربه، هر چیزی اینا انسان میتونه به یک انسان حمله بکنه. بله خواهش میکنم زنده باشید. به نظرم خیلی خطرناکه. میتونه جز ستای اول باشه. پس 2 به نظر من منطقیه. میتونیم 2 بذاریم به خاطر اینکه من آره 2 خوبه. 2 خوبه. مرسی. بریم سراغ مورد بعد. خیلی نه جدی اگه قراره با هم به توافق. نه اوکی نه مشکل نداره موافقم. بفرمایید. بریم سراغ مورد بعدی. شستن گربه. این کار غلطی نیست. یعنی من باشه مثلا بگی گربه اگر بیرونه چرا داد میزنی؟ صدا برسه. صدا رسا باشه. اگر گربه بیرونه بشورینش، ولی اگه گربه داخل خونه اصلا نیاز به شستن نداره. این اصلا خطرناک نیست. به نظرم کار خیلی اشتباهی هم نیست. اگه 11 داشت من 11 میدادم. ولی خب چون نداره به نظرم 10. بریم سراغ مورد بعد. بفرمایید. مورد بعدی استفاده از داروی آیورمکتین به عنوان پیشگیری از کک و کنه. آیورمکتین اصلا پیشگیری نیست. آیورمکتین یک سمه که باعث از بین بردن
انگل‌های پوستی میشه و نمیذاری من حرف بزنم. آخه میبینم استارت نمیزنی. نه خب تو نمیذاری من اصلا ADHD اصلا بگو نه بفهمم دیگه الان بگو. نه الان بگی. خب خواهش میکنم. این سم که زیادی وارد بدن بشه و به صورت ناخواسته وارد بدن بشه بیش از حد میتونه باعث مسمومیت‌های شدید کبدی بشه و چه تو طوله اصلا ها آیورمکتین برای پیشگیری نیست. اصلا پیشگیری نیست. خب اینو بگو. من گفتم اولش. گفتم درمان. من حواسم پرت بود که نمیذاری من حرف بزنم. ببخش. مثلا به عنوان پیشگیری نمیتونیم استفاده کنیم و فقط درمان اونم در یه سری شرایط خاص. به نظر من مثلا عدد 7 خوبه چون که معمولا من ندیدم کسی آیورمکتین رو خودش استفاده بکنه. معمولا میان به دامپزشک. نه دیدم بعد اثراتش یه هویون بود ورده بودن اصلا فلج شد و یه 2-3 روز بعد مرد. هیچ کارش هم نتونستیم بکنیم. نمیتونیم کار بکنیم ولی با توصیه با دامپزشک باید استفاده بشه. اصلا زیر 6 ماه هم نباید استفاده بشه برای طول. خیلی خطرناکه. مراجعه دیرهنگام. بفهمید. خب مراجعه دیرهنگام به نظر من جزو بستگی داره. یه سری چیزا واقعا خطرناکه دیگه. بگو. ببین یه سری دکتر به نظر من یه سری بیماری‌ها هست مثلا بیماری کلیوی. خب اینا تا شدید نشه از دست نره کلیه 75% کلیه تا از دست نره ما علامت بالینی از حیوانمون نمی‌بینیم چه سگ باشه چه گربه. پس واسه همین ما میگیم چکاپ دوره‌ای انجام بدین خصوصا حالا سنین بالاتر. اگر که مثلا حالا مشکلات قلبی باشه خب زودتر بفهمیم میتونیم زودتر جلوشو بگیریم میتونیم زودتر کنترلش بکنیم. جلوی مشکلات قلبی که نمیتونیم بگیریم. اصلا این سوالا که واسه تو چه فکری رفتم من تو فکر تو داری بیماری مزمن رو میگی. من دارم بیماری حادو میگم. مثلا ممکنه که یه روز گربه یا سگ غذا نخورده صاحب کیس فکر میکنه که خب حالا این فردا خوب میشه. فردا میشه هنوز مثلا کم اشتهاه بعد اشتها نداره دوباره میگه روز صبر کنیم 3 روز مثلا صبر میکنه بعد میارم با وضع خیلی بد میارم. ولی چیزی هم هست که میگن خیلی جالبه میگن که من سگ گربه خودمو میشناسم میدونم که چه جوریه ولی متاسفانه این بعضی بیماری‌ها چیز نمیکنه. زود خبر خطرناکه. به نظر من این رو 3 تا اول میتونه باشه. با توجه به این چیزا 3 به نظر منم 3. مورد بعدی تنها گذاشتن سگ در ماشینه. خیلی جای فکر داره. این خیلی جای فکر داره. تابستون یا زمستون؟ خب همین تابستون. شیشه باز یا شیشه شیشه باز شیشه بسته یا مثلا کولر روشن کولر خاموش 100%. فصل گرم فصل سرد. این اگر که مثلا داخل فصل گرما باشه مثل تابستون خب گرمازدگی واقعا حتی یه رو 20 دقیقه میتونه باعث گرمازدگی حتی با کولر. دقیقاً. حتی با کولر. امروز من داشتم شهید میشدم از گرما. خب تو که سگ نیستی. خب وقت دیگه فکر کنی سگ باشه چی میشه. نه آره کلا از اینکه من نوعی مثلا من خودم آره من خودم داشتم شهید میشدم از چیز. ولی خب از اون طرف کمتر توی فصل زمستون ما این مشکل رو داریم. در کل خیلی کار جالبی نیست. بهتره نکنین. خیلی چیز نیست. حالا اگر که کولر هم روشن کنه خب میام میدزدن ماشین. روشن بذارین و خودتون نباشین. آره دیگه ماشین باید روشن باشه دیگه. آره سگ کاریه. ولی اونقدر چیز نیست. 7 تا 8 به نظرم اوکیه. خب اینم از گزینه 8 داده بودیم. آره 7 آیورمکتینه. آره 8 اوکی بود. مورد بعدی اینه که ماشینی که در حال حرکته پنجره‌اش باز باشه. بپره پایین. خب نمیتونه بپره پایین. واقعا پنجره باز میتونه. خب اصلا سوال چیه؟ ماشین در حال حرکت پت همین تا اینجاش. خب شیشه پایین پت دم پنجره. خب این خیلی بده. اصلا کلا خیلی بده. اصلا به خاطر حتی خشکی قرنیه میتونه بده خشکی چشم. همین الان دقیقاً داشتم کیسشو میدیدم. همین الان من داشتم کیسشو میدیدم. چی بود یعنی سرش از ماشین کرده بود بیرون. سرش ماشین کرده بود پشه رفته بود تو چشمش. به خدا همین الان اومده بود. التهاب ملتهبی گرفته بود. حتی ممکنه بپره پایین. خودش هم ممکنه بپره پایین. واقعا حالا البته اونو فکر کنم حواسشون هست قلاده رو دارن یا نمیدونم اصلا کلا کار خطرناکیه به خاطر اینکه اصلا حواس آدم پرت میشه برای رانندگی. یعنی این کار ماشین پت باید تو باکس باشه.
خیلی خطرناکه. تو ماشین پت باید تو باکس باشه. باید تو باکس باشه. اصلا بگیم که شیشه ها بالاه، کولر روشنه، فلان بهمانش، یه لحظه یه چیزی میشه میاد رو پا آدم، خب چیکار بکنی اینجا؟ اصلا خطرناکه. ممکنه گربه که اصلا هیچی یهو میاد میره زیر دست و پا و گاز و ترمز. خب نمره چند رو میدین بهش؟ 5. آره دیگه اگه بخوایم خیلی جلوش گرفت. آره اگه بخوایم مقایسه کنیم با اون چیزا 5 خوبه. دادن شیر گاو یا شیر پاستوریزه به گربه. اینم اسهال ممکنه بده، یعنی اصلا کلا باید شیر بدون لاکتوز مصرف کنن، ولی میزان خطر اگه یه بار باشه 2 بار باشه حالا مشکلی اونقدر نداره، ولی اگه بخواد مرتب استفاده کنه آره یه بار باشه اون آخر است. اینی به نظر آره من نسبت به اون چیزای چیز خاصی نیست. 9 10 چی بود؟ 10 اون چیز آره دیگه 9 10 داشتیم 10 شستن گربه. به نظر من این 9 خوبه. الان فقط یه گزینه میمونه. چندو اصلا چه شما عدد 1 فقط مونده و یه گزینه هم داریم، اونم بازگذاشتن در و پنجره بدون نظارت. کابوس دکتره، کابوس منم هست. یعنی من تمام هر تراس بالکن به نظر من 1 حتی 0 اصلا منهاست این از خطرناکی، چون خیلی کیسشو داریم دیگه. فرار میکنه سگ یهو، این تمام اکثر این آگهیایی که میبینیم میذارن سگ گم شد و اینا یه همچین اتفاقی افتاده. اکثر کیسایی هم که میپرن پایین گربه ها که از تراس افتادن پایین، از طبقه اول، دوم، سوم، چهارم، از هر طبقه ما داشتیم. الان 3 تا کیس داریم که از طبقه پنجم افتاده، یعنی آخر دوره درمانشونن. پین تو پاشونه، انگشت شکسته، پاره شده، دیافراگم پاره، فمور شکسته، همه اینا رو داریم. یه دونم یه بار یه سگی داشتیم، اونم از پنجره افتاده بود، شکر خدا هیچیش نشده بود، ولی منم خیلی بهشون گفتم سگ بود از پنجره پریده بود پایین، گفتم خیلی شانس آوردین هیچیش نیست. مگه سگ میپره؟ نه سگ مثلا مثل گربه سندروم سقوط از ارتفاع نداره، خب مثل گربه نیست، ولی اتفاق خدا آدم ممکنه یه بار افتادیم. بعد بهش گفتم اصلا چی جوری شد که این از طبقه 1 افتاده، گفتم چی جوری شد که این اصلا پرید، گفت داشت با من بازی میکرد، داشت با صاحبش بازی میکرد، یهویی از تو تراس تاکید کنم خیلی چیزه، یهویی از دکتر اکبری هم افتاده یار از میدونستین از منو انداختم بالا نگرفتم. آره برای همین اینجور شده. Emotional damage. خب حالا که گزینه هامون تموم شد، موردامون تموم شد، چیزی هست، موردی هست که توی کیساتون دیده باشین و توی لیست من نبوده باشه بخواین اضافه کنین بهش؟ یکی تو ذهنم اومد بگم اینکه تو فصل زمستون کاپوت ماشین. آره اینو من توی ندیدم. آره خیلی زیاد داریم واقعا تو فصل سرما. موتور گرمه، هنوز ماشین خاموش شده، موتور گرمه، گربه‌ها میرن داخل، بیچاره‌ها میرن یه جایی که گرم باشه، همونجا میخوابن، استارت که میاد میزنی دیگه اتفاقای خیلی بد میفته. اتفاقات بد. یه موردی هم که من بگم خود درمانیه. خود درمانی هم خیلی داشتیم، خیلی هم داشتیم کیسشو. خود درمانی، مسمومیت با دارو. ببین درسته داروهایی که ما استفاده میکنیم براشون همون داروهای انسانیه اکثرا 90%، اما دوزبندی داره. یعنی اینجوری نیست که بگیم که آره یه قرص فلان برای این مشکل استفاده میشه، یا مثلا اسامینوفن خواستم برسم اصلا اسامینوفن برای گربه که 100% منع مصرف، چون مسمومیت خیلی شدید، برای سگم اونقدر دوزش پایین هست ما میگیم ندین آقا دیگه، ندین اصلا همین. پس توصیه اصلی ما اینه که به هیچ وجه خود درمانی نکنین، حتی اگر مطمئن باشین به درمانی که دارین انجام میدین با دامپزشکتون حتما مشورت کنین. در کل این 10 تا شماره‌ای که ما گفتیم، یعنی 10 تا این نمره‌ای که دادیم، کلا کارهایی که بهتره هیچ کدومشو انجام ندیم. حالا از اون شست و شوی گربه گرفته که ما بهش 10 دادیم، تا اون بی حفاظ بودن تراسو یا باز موندن در اینا، سعی کنید که کلا این 10 تا شماره رو تا جایی که میتونید رعایت کنین و انجام ندید. مرسی از همراهیتون. چی؟ بای. بگم بای؟